سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. زیاد وقتتون رو نمیگیرم که سریع بریم سراغ آموزش. توی این آموزش میخوام براتون هاشور زدن رو توضیح بدم و حالا اینکه چجوری شما توی تکنیک خودکار در واقع یه هاشور نرم و لطیفی رو داشته باشید. خب قبل از اینکه بخوام حالا من توضیح بدم که چجوری حالا هاشور بزنید و اینا، یه سری چیزا هست که قبل از شروع تکنیک خودکار باید برید تهیه کنید. اول از همه من اینا رو کنار بذارم. شما به یه تخته شاسی یا یه همچین تخته نیاز دارید که اونو زیر کارتون بذارید و حالا کارتون رو روش بچسبونید و شروع کنید به نقاشی کشیدن. و بعد یه کاغذ. خب شما میتونید حالا برید مقوا تهیه کنید. من برای حالا هاشور دیگه مقوا استفاده نکردم. میتونید شما مثلا برید مقوای فابریانو 220 گرم یا مقوای الر یا کلا مقواهای برندی که توی خودکار استفاده میشه. باز اونا رو هم بعداً براتون توضیح میدم که از چه مقوایی استفاده کنید بهتره. من برای شروع کاغذ گرفتم، یه کاغذ دفتر نقاشی که فقط روش آموزش بدم که چجوری هاشور تمرین کنید، چون مقوا همین که گرونه یکم، همین که حیف میشه که بخواید روش تمرینی این کار رو انجام بدین. و هم روی کاغذ معمولی هم میشه هاشور تمرین کرد. و توی مرحله بعدی شما به یه کاغذ لازم دارید که زیر دستتون بذارید و یه تیکه نمد. خب حالا این نمده رو من اومدم حالا واسه راحتی خودم، اینا جدا از هم بودن، من اینا رو هم میذاشتم. واسه راحتی خودم من اومدم این نمده رو اینجوری مربع، میگم مستطیل شکل برش زدم و با چسب رازی چسبوندم این کاغذ رو روش و حالا ازش استفاده میکنم. مثلا اینجا هاشون رو میزنم، مثلا رنگ خودکارم که میره اینجوری میکنم، تمیز میکنم، دوباره هاشون رو میزنم. و توی مرحله بعدی شما یه چسب کاغذی نیاز دارید. این چسب کاغذی هم که لوازم تحریر رو دارن، استفادهش هم خب اینجاست که مثلا چسب رو باز میکنید، کاغذ روی کار میذارید و دورشو چسب میزنید که کار محکم یک جا ثابت بمونه و بتونید حالا ثابت نقاشی بکشید. حالا توی مرحله بعدی میخوام بهتون توضیح بدم که از چه خودکارایی استفاده بکنید. خب شما برای اینکه حالا توی بخواید شروع بکنید، برای شروع همه خودکارای بیک معمولی، خودکار بیک معمولی 1 میل باید برای خودتون تهیه کنید که همه جا معمولا دارن و حالا میتونید از رنگ‌های مختلف مثل آبی، سبز، من قرمزشم اینجا بود، قرمز، میتونید اینا رو حالا برید تهیه بکنید و از این خودکار استفاده بکنید. خودکارای بیک معمولی هن که همه جا اکثرا پیدا میشن. و حالا باز توی مراحل جلوتر که بخواید شما کار بکنید و کار رو بزنید و حالا کارهای حرفه‌ای تر، خب یه پاکن خمیری لازم دارید که مثلا طرحو میندازید با پاکن خمیری کم رنگ بکنید، طرحو با خودکار جزئیاتش رو اضافه بکنید. پاکن معمولی و دیگه چیز خاصی اونقدر لازم نیست. و برای اینکه حالا طرح اولیه بزنید یه اتود یا یه مداد لازم دارید که طرح اولیه رو بزنید. برای شروع تنها چیزی که فعلا خیلی نیازه یه خودکار آبی بیک معمولیه با یه کاغذ دیگه. فعلا برای چیزی که نیازه با یه کاغذ رو چسبی مثلا اینو محکم بکنیم. خب برای شروع شما بهتره که از یه خودکار استفاده کنید که حالا تازه خریدین و در واقع روان نیستش. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا خودکار روان رو میکشی جوهر پس میده زود، یعنی مثلا یکم فشارش میدی راحت خطای تیره برات میکشه. ولی این خودکارا نه، این خودکارا خیلی مثلا کم رنگن و حالا کمتر جوهر پس میدن و کارو کمتر خراب میکنن. حالا من بخوام براتون توضیح بدم که مثلا شما چجوری هاشور بزنید و اینا، خب
اول از همه چیزی که لازمه خب اینه که یه همچین چیزی زیر دستتون باشه. حالا لازم نیست اینو بخواید درست کنید و حالا تهیه بکنید و اینا. من گفتم نمد. چرا گفتم نمد؟ چون نمد خب خیلی بهتر جوهر خودکار رو در واقع براتون پاک میکنه تا اینکه حالا شما دستمال کاغذی بخواید استفاده کنید. ولی حالا اگه نمد نیست فعلا، در واقع نمد در دسترس ندارید، میتونید از دستمال کاغذی استفاده کنید و بذارید کنار دستتون. از اول سعی کنید که عادت کنید که یه همچین چیزی زیر دستتون باشه. چرا؟ چون وقتی که میکشید، مثلا فکر کن شما یه طرحی رو زدین اینجا، هی میکشید زیر دستتون در واقع جوهری میشه و کار هی میماله به هم و کثیف میشه اینجا. حالا باز عرق میکنه، عرق دستتون میره رو کار و کارتون خراب میشه. این همچین چیزی رو سعی کنید همیشه زیر دستتون بذارید. حالا میتونه دستمال کاغذی با یه کاغذ باشه، حالا فرقی نمیکنه. اول از همه که من خودکارم تست میکنم، خب این رنگش خوبه، تمیزش میکنم. و حالا بخوام اول از همه قبل از اینکه شروع کنم باید توضیح بدم که خودکار رو چجوری توی دستتون نگه دارید. شما توجه کنید، مثلا شما توی این حالت مداد میگیرید دستتون رو مینویسید، درسته؟ توی همین حالت خودکار فقط باید توی دستتون قرار بگیره، نباید فشاری از سمت انگشتان، از سمت انگشت اشاره انگشت شست شما به خودکار وارد شه که اینجوری مثلا فشار بدین. فقط خودکار توی دستتون باشه، همینجوری فقط رها باشه و فقط در حدی باشه که خودکار رو نگه داشتین. همین دست شما فقط یه وسیله است که خودکار رو نگه داشتین، هیچ فشاری وارد نمی‌کنید. خودکار رو یه تست، یکم فشار میدین، یکم نه خیلی زیاد، یه تست می‌کنید که خودکار رنگ بده، تمیز میکنید و دستتون رو میارید روی حالا اون کاغذی که روش دارید تمرین میکنید. خب این به این صورت. حالا من قبل از اینکه بخوام حالا توضیح بدم که چجوری هاشور بزنید، باید اصلا توضیح بدم که هاشور چیه و چجوریه. خب در واقع بعضیا فکر میکنن اونایی که دارن خودکار کار میکنن اینجوری هاشور میزنن. خب یعنی چی؟ یعنی خطوط رفت و برگشته، خط میره میاد میره میاد. در واقع به این صورت نیستش. اونایی که هاشور میزنن به این شکل یه خط میکشن، یه خط میکشن، خودکار رو برمیدارن، یه خط دیگه میکشن، خودکار رو برمیدارن، یه خط دیگه زیرش و به همین صورت. و این خطا با فشرده شدن و نزدیک هم قرار گرفتنه که هاشور میده. یعنی اینا که هاشور نیست، ولی مدل کلی اصلیش اینطوریه که خطا به این شکله و خطوط رفت و برگشتی نیستش که اینجوری شما بخواید هاشور بزنید. در واقع خودکار رو میذارید رو کار، یه خط میکشید و زیرش یه خط دیگه دوباره میکشید، به این صورت هاشور. و حالا من اینا توضیح دادم که هاشور به چه شکله. حالا من اینجا رو تمیز کنم. اینجا بخوام توضیح بدم، خودکار شما رها توی دستتون قرار میدین و روی کاغذ شروع میکنید به خط کشیدن. اول از همه شما باید خط کشیدن رو تمرین کنید که خطایی که میکشید خطای نازک باشن. به این شکل سعی کنید خطای خیلی، یعنی شاید بار اولی که میکشید فشار بدین، شاید خیلی بیشتر از این هم حتی فشار بدین. خب باید سعی کنید خطایی که میکشید به این حد تیره نباشه. خب یعنی خودکار فقط توی دستتون باشه و فقط یک خط خیلی خیلی نازکی رو شما ترسیم کنید که فکر نکنم زیاد مشخص باشه. من اینو نزدیکتر ببرم. به این شکل خطی که باید میکشید باید خیلی خط نازکی باشه. خب باید سعی کنید که خطایی که میکشید از این خطای تیره به این خطها برسن، یعنی فشار دست باید در این حد کم باشه که خط شما حتی دیده نشه. و این خطا رو اول شما تمرین میکنید به این شکل. خب و وقتی که شما خطایی که حالا تمرین کردین، خب بهتون توضیح دادم به چه شکل، خودکار فقط باید توی دستتون باشه، نباید فشاری از سمت انگشتان شما به خودکار وارد بشه و فقط باید رها خط بکشید، خطای صاف. دستتون هم سعی کنید از این قسمت دستتون رو تکون بدین، چون خطایی که میکشید صافتره. باز تو قسمت‌های پرجزئیات شما در واقع میتونید که حالا باز از مچ دستتون رو تکون بدین، چون جزئیاتش خیلی زیاده و نمیتونید که در واقع یه قسمت زیادی رو هاشور بزنید. میتونید با مچ این کار رو انجام بدین، ولی با مچ هم باید خیلی تمرین بکنید. شما سعی میکنید که خطاتون رو به این نازکی برسونید و بعد اینکه خطها رو به این نازکی رسوندین بهتون توضیح میدم چیکار کنید. خب اینجا رو شما اگه دقت بکنید، خب این بالا
در واقع گفتم اینا باید فشرده باشن، یعنی این خطایی که میکشید باید خیلی فشرده و نزدیک به هم باشن. این نمونه بزرگشه. نمونه کوچیکش رو بخوام اینجا براتون توضیح بدم به این شکل. این خط رو من میکشم، زیرش یه خط دیگه و سعی کنید که مثلا آروم آروم، نه سریع، آروم آروم زیر این خط یه خط دیگه، زیر این خط یه خط دیگه بکشید. من یک لحظه جامو درست کنم. آها. به این شکل. یا مثلا اینجا بخوام بکشم، در واقع من کاغذمو خوب نچسبوندم. آها، کاغذ باید نگه دارم، خوب دورشو خوب نچسبوندم. میبینید که بالا میاد. البته مقوا باشه مقوا بالا نمیاد. این کاغذ معمولی گذاشتم. خب به این شکل. خب چجوری اینطوری هاشور بزنید بخوام توضیح بدم؟ خب اول از همه که یه خط میکشید، زیرش یه خط. خب بعد مثلا فکر کنید من اینطوری کشیدم. خب این وسط ها یه جاهای خالی میمونه، سعی کنید باز روش خط بکشید، اون خالگی ها رو با خط پر کنید به این شکل. خب حالا باز خطاتون صاف باشه، زیر هم باشه، فشرده باشه و سعی کنید که زیاد حالا فضای خالی بین خطاتون قرار نگیره به این شکل. این الان یه هاشور ساده است. به این میگن الان یه هاشور ساده. این هاشور ساده رو خب در واقع بخواین حالا شما تیره تر بکنید و اینا، بهتون توضیح میدم که چجوری این رو تیره تر بکنید، حالا درجه رو ببرید بالا، توی جدول تونالیته قرارش بدید. ولی برای شروع و برای استارت کار به این میگن یه هاشور ساده و در واقع تمیز، که حالا بخواید این رو بهش بافت بدین یا بخواین حالا تیره تر بکنید در ادامه براتون توضیح. خب ما رسیده بودیم به یه همچین هاشوری، خب که براتون توضیح دادم دیگه که خودکار رو کلا چجوری بگیرید و کلا چجوری یه همچین هاشوری رو داشته باشید. فشار دست باید خیلی کم باشه، خط‌هایی که ترسیم میکنید باید زیر هم باشه، فشرده باشه و نزدیک هم باشه و برای این کار در واقع توضیحات کامل رو بهتون دادم. حالا من بخوام براتون توضیح بدم که حالا چجوری در واقع هاشوراتون رو از این پررنگ‌تر بکنید یا حالا چیکار بکنید. در کل مثلا چجوری هاشوراتون رو پررنگ‌تر بکنید، بافت بدین بهش، چجوری هاشور بافتدار داشته باشید و اینا. اول از همه یه همچین جدولی که من الان ترسیم میکنم رو برای خودتون ترسیم کنید. اول از همه یه همچین در واقع مربع و یه همچین جدولی رو شما واسه خودتون ترسیم میکنید و بعد از اون شما وقتی که حالا تمرین کردین و به این مرحله از هاشور رسیدین، شروع میکنید و این هاشور رو میاید روی در واقع این مربع تمرین میکنید. همین، فقط همین یه لایه هاشور رو روی این مربع تمرین میکنید تا بهتون لایه های هاشور رو توضیح بدم. شما به این صورت خب کل این رو یک لایه هاشور زدید. خب اگه حالا بخوام براتون توضیح بدم، اگه دقت کرده باشید من هاشورایی که میزدم در این جهت بودن. خب یعنی کلا در این دو جهت بودن. خب حالا یا یه بار از این بر هاشور میزدم، یه بار از این بر هاشور میزدم. خب یعنی کلا جهتش توی این حالت خط صاف بود. خب برای اینکه شما هاشوراتون جهت دار نباشه، بافت داشته باشه و مثلا پوست صورت رو لطیف در بیارید یا مثلا کار ظرافت داشته باشه، خب میتونید اینطوری هاشور بزنید. خب ولی برای اینکه بخواید کار ظرافت داشته باشه و یه بافتی داشته باشه و مشخص نباشه که خودکار رو مثلا چجوری روی کار بردین، مثلا از کدوم طرف سایه زدین، سایه ها خیلی محو و ظرافت خاصی داشته باشه، برای این کار شما باید بدونید که این مدل هاشور زدن که یاد گرفتین، این بالا براتون توضیح دادم، اینجا براتون کشیدم. خب این مدل هاشور زدن فقط در این دو جهت نیست. خب میتونه
به این جهت، دوباره برمیگرده وقتی میخواد پر بکنه برمیگرده به این شکل، دوباره به این شکل. و حالا هر زاویه دیگه، این اگه مثلا دایره باشه هر 360 درجه باشه، هر زاویه دیگه، هر زاویه‌ای که دلتون بخواد میتونید هاشور بزنید. خب ولی کلا یا کلا موربه یا به این شکل هستش. میتونید مثلا براتون یه بار با مداد توضیح بدم. خب مثلا فکر کنم الان این آروم، مثلا اینو من الان اینجا هاشور زدم. خب میخوام بافت داشته باشه، اینا رو که اول میام پر میکنم. خب با خودکارم الان براتون توضیح میدم. اینا رو پر میکنم و حالا مثلا میام از این جهت، خب از این جهت یا اینطوری، خب اینطوری هاشور میزنم. بعد به نظرم مثلا دوست دارم تیره تر باشه، از یه جهت دیگه میام هاشور میزنم. خب و حالا قرار گرفتن این در واقع هاشورها روی هم، قرار گرفتن کلا این مجموعه هاشورها روی هم، هر چقدر که مثلا شما یک لایه هاشور زدین کم رنگ، خیلی میخواید یکم تیره تر باشه، توی کار سایه بیشتری دارید، یک لایه دیگه باید هاشور بزنید. حالا اون لایه دیگر رو شما میتونید مثلا اینو من به این سمت هاشور زدم، لایه بعدیمو میام به این سمت هاشور میزنم. یعنی چجوری؟ یعنی خودکار رو مثلا اول خودکارم تمیز میکنم، از این سمت، از این سمت شروع میکنم به هاشور زدن. حالا من یکم هاشور میزنم، بعد میرم روی جدول تونالیته بهتون کامل‌تر نشون میدم. این رو یکم هاشور میزنیم و میبینید که این قسمت هم یکم محو شده، هم در واقع تیره تر از این قسمت هستش. خب و قرار گرفتن لایه ها روی هم، هر چقدر که لایه ها روی هم بیشتر قرار میگیره، در واقع باعث میشه که اینجا این سایه‌ای که شما دارید ایجاد میکنید یا این قسمتی که شما دارید رنگ میکنید خیلی تیره تر بشه. روی جدول تونالیته دقیقاً ما داریم روی همچین چیزی تمرکز میکنیم که به این صورته که حالا روی جدول تونالیته خب بخوام براتون اینجا بنویسم. خب اینجا شما یک لایه بزنید، اینجا دو لایه بزنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک لایه من زیرش میکشم، این سمتی زدین، اینجا بیاید یک لایه مثلا این سمتی بزنید، با اینو من یادم رفت یه جهت دیگه این بود، مثلا با یک لایه پایینی بزنید، مثلا اینجوری که هاشور زدین باز بیاید و اینطوری هاشور بزنید. آروم آروم، فقط فکر نکنید که هر چی جلوتر میرید باید دستتون فشار بیشتری بدین، نه، با همون فشار و با همون اندازه‌ای که اول این هاشور رو ترسیم کردین یا این خطا رو ترسیم کردین، فکر نکنم توی فیلم بیاد، یا همین خطای خیلی نازکی که بهتون اینجا توضیح دادم، این خطا رو با هر فشار دستی که ترسیم کردین، یعنی فشار دست وقتی خیلی پایین بود شما این خطا رو ترسیم کردین، خب با همین فشار دست شما میاین و اینجا هاشور میزنید، فقط لایه های هاشور بیشتر میشه و باعث میشه که کار در واقع با قرار گرفتن لایه ها روی هم دیگه تیره تر بشه. توی خونه دوم گفتم به این جهت و به این جهت میزنید. توی خونه سوم میای شما 3 لایه یا 4 لایه میزنی، 3 لایه یا 4 لایه. من حالا باز بهتون توضیح میدم که من خودم چند لایه زدم و به همین ترتیب هر خونه‌ای که الان من براتون پر میکنم و هاشور میزنم و مینویسم که مثلا چند لایه زدم و از کدوم جهات در واقع این کار رو انجام دادم. من تا اینجا در واقع 7 لایه هاشور زدم. اینجا اول 1 لایه زدم، بعد 2 لایه، بعد 4 لایه زدم و بعدش 7 لایه. توی 7مین لایه به این تیرگی رسیدم. حالا باز بستگی به فشار دست خودتون داره، اگه فشار دستتون کم باشه تعداد لایه ها بیشتره و بافت خیلی لطیف تره. و حالا من چون شرایط فعلا حالا مدل نشستنم یکم اذیت کننده است دیگه، بیشتر از این رو نکشیدم.
خب من این تا در واقع تا خونه شماره 4 رو من براتون کشیدم. خب حالا تا خونه شماره 7 به همین صورت توی هر درجه هی تعداد لایه هایی که میزنید رو بیشتر میکنید تا چی؟ تا این خونه از این خونه تیره تر باشه، این خونه از خونه قبلی خودش تیره تر و این هم در آخر از همه اینا باید تیره تر باشه. خب حالا من الان این ستای دیگر رو هم پر میکنم و بهتون نشون میدم و باز کامل براتون توضیح میدم. خب بچه ها من این جدول تونالیته رو کامل کردم و حالا اومدم بهتون توضیح بدم. ببینید توضیح خاصی نداره. خب همین هاشو رو که شما یاد گرفتین، فقط تنها کاری که حالا اگه به نظرتون سخته که این مدلی هاشو بزنید، یه تمرینی هم که خیلی کاربردی و وجود داره اکثرا ازش استفاده میکنن، میدونید چیه؟ اینه که در واقع شما یه دونه مداد نوکی بگیرید. خب نوکش رو من یه لحظه در واقع خیلی بیارید بیرون در حدی که بشکنه. خب یعنی خیلی زیاد و روی کاغذ حالا تمرین کنید که خیلی فشار دستتون آروم باشه و بتونید هاشور بزنید و خط بکشید. اگه به دست یا به مداد نوکی فشار وارد بکنید این نوکش میشکنه و برای اینکه شما بخواید جلوی این کار رو بگیرید خب قطعا دوست ندارید که نوکتون حیف بشه، آرومتر خط میکشید و این تمرین که حالا سر مداد نوکی رو بیرون بیارید و اینجوری هاشور بزنید یه دستگرمی خیلی خوبه و خیلی توی یادگیری این هاشور بهتون کمک میکنه. خب این از این. حالا من جدول تونالیته رو تا اینجا براتون کشیدم و نکته خاصی نداره تا اینجا. خب فقط اینکه این مدل هاشور رو تمرین میکنید. وقتی که تمرین کردید اول میاد روی مثلا خونه های بزرگتر هاشور میزنید و بعد یه جدول تونالیته ترسیم میکنید. توی جدول تونالیته مثلا اول یه لایه میزنید، بعد 2 لایه میزنید، بعد 4 لایه میزنید، بعد اینجا 4 لایه میزنی میبینی هنوز به مثلا تیرگی خونه شماره 3 نیست، پس تو 5 لایه 6 لایه میزنی، انقدری میزنی که یکم از این تیره تر بشه و دوباره خونه بعدی باید از خونه قبلی خودش تیره تر باشه، دوباره خونه بعدی از خونه قبلی خودش تیره تر و به همین شکل ادامه داره تا وقتی که شما به این تیرگی برسید و اینجاست که کار تمام میشه. وقتی که شما به این تیرگی رسیدین خب در واقع نمیشه گفت که من اینجا رو فشار دادم، اصلا فشار ندادم. شما وقتی که میخواید به یک سطح تیره رو در واقع نقاشیش رو بکشید یا حالا یا تیرگی خیلی زیادی رو کار بکنید اصلا نباید خودکار فشار بدین، فقط باید این هاشورها رو روی هم به قدری قرار بدین، یعنی تعدادشون شاید 100 تا بیاد روی هم، شاید 50 تا لازم باشه، شاید 20 تا لازم باشه. خب بستگی به هاشور شما داره. انقدر باید این هاشورها رو بیارید روی هم تا به اون تیرگی برسید. این باعث میشه که کار لطیف باشه. این جدول تونالیته رو تمرین بکنید. حالا اگه مشکلی داشتید به دایرکت من حالا دایرکت بزنید یا نمونه کاراتون رو بفرستید که من براتون رفع اشکال کنم. و این تا اینجا دیگه. حالا باز برای ویدیوی بعدی میتونم کره رو بهتون آموزش بدم، حالا مدل کشیدن کره و هاشور زدن کره رو.